با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون تیش، به برنامه گفتگو خوش آمدید. یکی از وجوه مدرنیسم تشکل پذیری انسانها با اندیشه سیاسی در یک واحد سیاسی است که بتوانند نقطه نظرات سیاسی خود را در زندگی اجتماعی خود دخالت بدن. طی برنامه‌های متفاوت، گفتگوهای متفاوتی که داشتیم، سعی کردیم با اندیشه‌های متفاوت سیاسی نیز آشنا بشیم. هنوز تا انجام پذیری این موضوع راه زیادی داریم. ما نیروهای سیاسی بسیاری داریم که قادرند دخالتی مثبت در تغییر اجتماعی، ساختار اجتماعی داشته باشند. امشب میزبان دوست عزیزی هستم، آقای ناصر بولدیه از حزب مردم بلوچستان. آقای بولدیه خوش آمدید به برنامه گفتگو. تشکر. منم از شما و از همه بینندگان تشکر میکنم. خیلی مایلم قبل از هر چیز در مورد حزب مردم بلوچستان به بینندگان ما توضیح بدهید که این حزب از چه ساختاری تشکیل شده، اهداف سیاسی آن چیست؟ حزب مردم بلوچستان در واقع یه ائتلافی از تفکرات مختلف و نیروهای مختلف در بلوچستان هستش. سازمان‌هایی که قبلا در بلوچستان بودن مثل سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و یا تا هنوز هم هستن برخی از این تشکلات مثل جنبش ملی بلوچستان، افراد و نیروهای مختلفی قبلا در سازمان‌های مختلف کار می‌کردن مثل مجاهدین یا سازمان چریکا یا سازمان پیکار، بعد از مدت‌ها اینا با همدیگه جمع شدن و خواستن که در بلوچستان یک حزب دموکراتیک و یک حزب لیبرال و بر اساس به اصطلاح هم سوسیالیسم، یعنی یک مرکبی از همه اینا ایجاد بشه و این حزب هم بر اساس اصول اصلیش روی مسئله حاکمیت مردمه. حاکمیت مردم بر این اساس که در ایران از قبل همیشه یه چیزی بوده میگفتن حاکمیت مال شاه هستش. وقتی که شاه رفت این حاکمیت داده شد به یک رهبر مذهبی به اسم ولایت فقیه که ولایت مطلق فقیه بهش میگن که بالاتر از شاه هم میتونه عمل بکنه. تفکراتی در ایران از قبل بودن که به شکل یک حکومت تک حزبی میخواستن و یا یک حکومت دیکتاتوری بر اساس یک تفکر میخواستن یا یک سیستم میخواستن. در همچون جوامعی و بخصوص در جامعه خود بلوچستان هم چون جامعه ملوک الطوایفی بوده، در اونجا هم حاکم وجود داشته بر اساس رئیس به اصطلاح منطقه یا بر اساس رئیس طایفه. در هم شرایطی باید مسئله مردم جلو آورده بشه. برای این دلیل هم حزب مردم بلوچستان بر حاکمیت مردم تاکید میکنه که این هم یک مثلا ایده یک از انقلاب فرانسه. امروز ما در فرانسه هستیم و این هم بر اساس اونه که هر کسی هیچ به اصطلاح قدرتی و یا هیچ کسی هیچ گونه مشروطی نداره در قدرت بجز این که مردم اونو تایید بکنن. این ایده اصلی حزب مردم بلوچستان. در واقع حزب شما یک جامعه لیبرال دموکراسی رو مد نظر قرار داده و میخواد بدان سو بره. دقیقاً. حزب مردم در اگرچه به اصطلاح برنامه‌شو نگاه بکنی بیشتر یک حزب چپ از لحاظ رفاه اجتماعی به این شکل، ولی به این معنی نیست که میخواد همیشه سوسیالیست‌ها حاکم باشن، بلکه بر این اساسه که مردم انتخاب بکنن در یک جامعه لیبرال دموکرات که موقتاً مردم قدرت و یا نمایندگی خودشونو برای اجرای امورشون به یک گروه بدن. بر این اساس ایجاد شد. خب برمیگردیم به جامعه امروز. 28 سال از یک قدرت مطلقه میگذره، قدرتی که جز تعریفی از توتالیتاریسم تعریف دیگری نمیتوان براش ارائه داد. شما امروز اگر در جستجوی راهکار باشید برای برون شد، برای اینکه بتوان مدنیتی رو یا همان جامعه لیبرال دموکراتیک رسید، به نظر شما چه باید کرد؟ اساس مسئله امروز لیبرال دموکراسی اصلا یک پروسه خودشو میخواد. باید اینستیتوشن‌هاش درست بشن، یعنی مؤسسات مختلف. یکی از مهمترین مؤسسات اونم حزب سیاسیه. به جز از حزب سیاسی باید احزابی که به اصطلاح بتونن نظر مردم رو در جهت به اصطلاح مدرن و یا به جهت دموکراتیک ببرن، اونا هم باید وجود داشته باشن. آزادی مطبوعات یکی از پایه‌های اساسی یک جامعه لیبرال دموکراته.
و اعتقاد در عمومی در جامعه به شکلی که مثلا نیروهای نظامی خودشون رو دخالت در مسائل سیاسی به هیچ وجه ندن و یا شکل امنیتی نگیرن، مثلا ارتش، چیزی که مثلا در ایران یا جامعه دیگه هستش، یک سری مؤسسات مخصوص خودش رو میخواد. ولی در رابطه با ایران خب ما مشخصا قبل از اون همه این چیزا قرار داریم، چون در ایران یک دیکتاتوری مستبد و استبدادی برقراره که بر اساس یک ایدئولوژی داره حکومت میکنه. مهمترین مسئله‌ای که امروز پیش روی ما هست سرنگونی این رژیمه و سرنگونی رژیم هم به هر قیمتی نیست، بلکه سرنگونی رژیم شاه برای ما لیبرال دموکراسی یا جامعه دموکراتیک به وجود نیاورد یا فدرالیسم برای ما نیاورد. چرا؟ دلیلش همون نبودن احزاب سیاسی قدرتمند بود. احزاب سیاسی که پیوند با مردم داشته باشند، در بین توده ها نفوذ داشته باشند و حزبی که دارای این عقاید دموکراتیک باشه. یعنی برنامه نبود. برنامه همچون اساسی نبود. اگر به این دلیل ما مسئله حاکمیت مردم مطرح میکنیم، حزب سیاسی رو مطرح میکنیم، بر اساس همون تجربه است، بر اساس همون اشتباهی است که قبلا در جامعه ایران انجام گرفت و دلیلش هم همین بود که ما این احزاب سیاسی رو نداشتیم، ما این پیوندها رو بین احزاب سیاسی نداشتیم، بین ملت‌ها نداشتیم، بین گروه‌های مختلف سیاسی یا گروه‌های فرهنگی و یا مؤسسات مختلف نداشتیم. هدف ما باید ایجاد این پیوندها باشه که بتونیم در شرایط تغییر، شرایطی که با خودمون باید به اصطلاح اون مکانیزم اصلی تغییرش باشیم، نه اینکه مثلا اتفاق بیفته از خارج و یا بر اساس مثلا یک انفجاری از داخل، بلکه بر اساس اینی که کنترل شده توسط احزاب سیاسی، توسط گروه‌های سیاسی وجود آمده. چون سیاست بر این اساس تو این خاطر حزب سیاسی درست می‌کنی که بتونی روند تکامل اجتماعی جامعه رو کنترل بکنی، از هرج و مرج جلوگیری بکنی. اگه نتونی این کارو بکنی در واقع یک حزب پاسیوه. مسئله اساسی اینه که مثلا فقط یه اعلامیه وقتی اتفاقی افتاد یه اعلامیه بده. اون هدف ما نیست. ما می‌خوایم که ما اتفاق بیفته و بعد مثلا در رابطه با اون جوابگو باشه حزب سیاسی، نه که فقط اطلاعیه بده که امروز مثلا در زاهدان تظاهرات شده، باید حزب مردم مثلا این تظاهرات انجام داده باشه و بعدش هم جوابگوش باشه چرا مثلا و بعد ادامهش رو هم باید ادامه داشته باشه. چقدر این ارتباط امروز به نظر شما ملموسه؟ ارتباطی که میان توان و نیروی روشنفکری در قالب حزب یا سازمان سیاسی و مردم در ایران. در این پروسه‌ای که در به اصطلاح بعد از سرکوب‌های دهه 60 در ایران به وجود اومد، یه دوران خیلی به اصطلاح یه واکیومی وجود آمد، یه مسئله وجود آمد که ارتباط بین احزاب سیاسی و داخل خیلی کم شد. بهترین جاش کردستان بود که در اونجا تا یه مدت طولانی تر این روابط بین مردم و احزاب سیاسی وجود داشت و اونجا هم دولت توانست به اصطلاح احزاب سیاسی رو تقریبا از مرز خارج بکنه. به اون قدرتی قبلا داشتن، بلکه از لحاظ ایده‌ای حضورشون رو هیچ موقع از دست ندادن، ولی از لحاظ فیزیکی شاید حضورشون کمتر شد. ولی در سالهای اخیر این روند داره تغییر میکنه. این دلایل مختلفی داره. یکی اینی که جامعه ایران کلا باز داره به فکر میکنه به مسئلهش که چجوری باید جامعه رو تغییر بده و شرایطی که هست برای مردم، اکثریت مردم ایران در سرتاسرش قابل قبول نیست. احزاب سیاسی روشنفکرای ایران هم کسایی که قبلا به شکل‌های مختلفی فقط در خارج حضور داشتن، حالا یه بخش دیگری در داخل کشور هم به وجود اومده. یعنی که این است که تفکرات جدید در جامعه ایران به شکل‌های مختلفی راه خودشون رو پیدا کردن و این خود به خود و پیشرفتی که از لحاظ تکنولوژی هم شده، روابطی که از لحاظ بین‌المللی هم به وجود اومده. ما در انفورمیشن تکنولوژی در جامعه اطلاعات داریم زندگی میکنیم، این خودش هم روابط رو بهتر کرده. یعنی این پیوند عقیده‌ای و ارتباطی و روابط بهتری بین احزاب، سازمان‌هایی که چه در داخل و چه در خارج و یا داخل و خارج به وجود اومده که حالا همینا هم یه مسئله قابل بحثیه که چجوری اینو میشه باید به یک از به اصطلاح از بالفعل به یک نیروی بالقوه تبدیل کرد و باعث تغییر بشه. خب هر اتفاقی که قرار است بیفتد میبایستی از درون این اتفاق بیفتد. نیروهایی که در خارج کشور مستقر هستند حتما میتونن تاثیرگذار بر این روند باشن، اما یک ارتباط ارگانیک میبایست با درون وجود داشته باشه. خب از یک سو ابزار تکنولوژیک معاصر میتونه کمک بکنه که این ارتباط تا حدی صورت بگیره، اما به شکل فیزیکی خودش این ارتباط آیا امروز به نوعی ملموس هست برای مردم؟ مردم میپذیرند که احزابی وجود دارد
و بتوانند از طریق این احزاب و تشکل‌های سیاسی در واقع حرکاتی رو به نظم بیارن در زندگی سیاسی خودشون رو انجام بدن. شاید این شرایط در سرتاسر یا به شکل کلی وجود نموده. همون مسئله که قبلا گفتم، باید مسئله همینه که ما باید اینو تبدیل به این مسئله بکنیم، ولی به نظر من و بررسی که ما داریم مردم در داخل همچین آمادگی رو دارن. تا جایی که به ما مربوط میشه این روابط به وجود اومده و آدم مشخصا میبینه که در بین مردم این خواست، اینی که به اصطلاح بخوان سازمان یافته عمل بکنن به وجود اومده و خواهان این هم هستن که تغییر به وجود بیاد. ولی خب این یک رهبر سیاسی و یا یک حزب سیاسی هیچ موقع مردمش رو و یا نیروهاش همینجوری بیرون نمیاره تا زمانی که مطمئن نشه که میتونه موفقیتی برای کارش وجود داشته باشه. حالا این موفقیت شاید در عرض 2 ماه وجود بیاد، در عرض 20 سال، مهم نیست. در روند پروسه مبارزاتی میتونه کوتاه باشه، میتونه طولانی باشه، ولی آدم باید یک طرح و برنامه مشخصی برای پیروزیش داشته باشه و اینو بیرون بیارد. و همین مسئله است که کنگره ملت‌های ایران فدرال وجود اومده. یکی از اهدافش همینه که این مسئله ضعف رو از بین ببره و به شکلی بتونه این روابط بین همه اعضا وجود بیاره در همه بخش‌های جامعه ایران که بتونه اینو به حرکت. ما حتما در رابطه با این کنگره با هم صحبت خواهیم داشت، اما پیش از اون میخوایم ببینیم اون رابطه‌ای که قرار به وجود بیاد بر بستر چه کارهایی است. جامعه به 2 لحاظ، مردم به 2 لحاظ به نظر میاد که نوعی سرخوردگی یا سرخوردگی برخوردار هستند یا شدن. یکی سرکوب شدید و بلا انقطاعی که این رژیم به عنوان یک وسیله ابزاری از اون استفاده کرده و می کند و به وحشیانه ترین شکل خود. و دیگر سرخوردگی به لحاظ باورها از سازمانهای سیاسی که عملاً نتوانستند از پیوندی که در آغازه این انقلاب با مردم داشتن بهره درستی بگیرن. امروز در داخل کشور نهادهای متفاوت مدنی، نهادهای مقاومت به صورت خودجوش یا سازمان یافته شکل گرفتن. مسئله زنان، مسئله حقوق بشر، دانشجویان، کارگران، و میشه باور کرد که تمامی نهادها بدون دخالت مستقیم احزاب سیاسی صورت گرفتن. در شما به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان نماینده یک حزب سیاسی ایرانی، بلوچی، چه راهکارهایی رو در نظر دارین که بتونین این پیوند رو برقرار بکنین؟ در جوامع معمولاً مؤسسات مختلف، انجمن‌های مختلف، کانون‌های مختلف خودجوش به وجود میان بر اساس شرایطی که در اون جامعه هستش، یعنی زمینش هست، نه اینکه کاملا، ولی اینا و بیشترشون در جوامع استبدادی و یا جوامع نیمه استبدادی یا به هر شکلی به وجود میان و اینا هستن اون بخشی از اون جامعه دموکراتیکی که تو میخوای ایجاد بکنی. اینا بخشی از اون جامعه هستن. این رشد اینا این جامعه رو میکشن به جایی که مردم همدیگه رو قبول بکنن، تحمل بکنن و به رأی و به اعتقاد همدیگه احترام بگذارن. احزاب سیاسی معمولاً باید از اینا تاثیر بپذیرن. احزاب سیاسی هدفشون باید این باشه که از تفکراتی که در اونها هست، از نظریاتی که اونا میدن، بررسیایی که از جامعه انجام میدن، از اون نظریات بهره بگیرن و سیاستشون رو تطبیق بدن بر اساس خواست این گروه ها. چون اینا یه مسائلی هستن که در هر جامعه، اینجا هم در جامعه اروپایی یا جامعه لیبرال دموکراتیک هر جا ببینید، معمولا احزاب سیاسی در ایران رسم بود که باید هر حزبی تحلیل خودش رو بده، تو باید یک روشن فکر باشی، هم مسائل اقتصادی رو بده تعریف بکنی، هم مسائل فرهنگی رو و هم مسئله جنگ و صلح. در حالی که یک حزب سیاسی ضرورتا اینجوری نیست، بلکه یک حزب سیاسی باید همچون مؤسساتی رو که در جامعه به وجود میاد اونا رو به شکلایی بتونه تقویت بکنه، راه رشد اونا رو مثلا موثرتر بکنه و کمک بکنه که اینا به وجود بیان. اگه خودشون این توانایی رو دارن، خودشون باید به وجود میان و بعد از اونا تاثیر بگیره و از نظریات اونا رو مطالعه بکنه، تفکرات اونا رو ببینه و با اونا به اصطلاح دیالوگ مستقیم غیر مستقیم داشته باشه و بر اساس اونا سیاست آینده خودش رو تعیین بکنه. چون اون سیاستی که باز میتونه بره بین مردم و باعث تغییرات سیاسی بشه. این خیلی مهمه که ما
این خیلی به اصطلاح پوان خیلی خوبیه برای احزاب سیاسی که این جوامع در ایران به وجود اومدن. خیلی برام جالب بود شما گفتین که یک حزب سیاسی وظیفه در واقع بررسی مطالعه این نهادهایی که خودجوش یا سازمان یافته به صورت NGO مستقل از هر جریان تشکیلاتی سیاسی دولتی به وجود اومدن داره و میبایستی با بررسی ببینه که این خواسته ها چگونه، سمت سوشون چگونه است و در زندگی سیاسی خوش دخالت بده. من در صحبت شما هرگز نشنیدم که شما در این کلام مطرح بفرمایید که در واقع استقلال این جریانات از آنها بگیریم و از آنها رو وابسته به حزب خود بکنیم. یک تفکر مدرنه، برای من بسیار جالبه. آیا این اندیشه فکر میکنید میبایست یک اندیشه مورد استفاده همه نیروهای سیاسی قرار بگیره، این گونه به این نهادها نگاه بکنن، یا اینکه خب اختیاری است؟ این نمیتونه اختیاری باشه. اگه ما جامعه لیبرال دموکراتیک میخوایم، اگه میخوایم جامعه دیکتاتوری استبدادی باشه، خود به خود مثلا حالا هستم جمهوری اسلامی سعی میکنه اینا رو در اختیار بگیره، اگه در اختیار نگیره از بین میبره. اینا میتونن با تفکرات مختلف باشن. مثلا در جامعه مؤسساتی که وجود میاد، انجمنایی که به وجود میان میتونن طرفدار مثلا سوسیالیسم باشن، طرفدار جامعه کپیتالیستی یا بورژوازی باشن و یا نیروهای دیگر بینابینی باشن یا در رابطه مسائل فرهنگی کار بکنن. استقلال اونا خیلی مهمه. میتونن مثلا سوسیالیستی مستقل باشن، میتونن کپیتالیستی مستقل باشن، بورژوازی مستقل باشن و میتونن هم احزاب سیاسی هم گروهای وابسته خودشون رو داشته باشه. هیچ مسئله هم نیست. ولی اونایی که استقلالشون رو میخوان حفظ بکنن و اونایی که باید هم استقلال داشته باشن، اگه اونا نباشن، اون موقع نمیتوان گفت که اون جامعه دموکراتیکی هست و نمیتوان گفتم که آدم در اون جامعه میتونه آزادی اندیشه رو داشته باشه و اساسا برای اون حزب مرده میشه. چون در واقع تو باید همیشه اندیشه جدید بیاد. اندیشه که یک حزب کنترل بکنه، مثلا حزب مردم بلوچستان کنترل بکنه، بگه مثلا به این شکل بر اساس سیاست خود حزب این انجمن مثلا کار بکنه، اون موقع خود حزب خالی میشه از تفکری. چون این بالا چیزی نیست، باید از پایین چیزی بیاد. تا اگه از بالا همش چیزو بفرستی، در گذار از یک نظام خودکامه میبایستی از هر گونه رابطه‌ای با خودکامگی برحذر بود. دقیقاً این مسئله خیلی مهمه. ما تجربیات ما در حزب این مسئله رو خیلی بحث کردیم، حتی در درونی و بیرونی این مسائل خیلی مطرح شده برای ما. در جوامع مثلا چرا در آمریکا بعد از استقلالش دموکراسی برقرار شد، در هند چرا این کار شد؟ جواهرلال نهرو یک نمونه خیلی مهمی از یک رهبر دموکراتیک قدرتمند هستش. وقتی که اینشون هم در قدرت اومدن، کنگره در هند در واقع یک حزب قدرتمند کامل بود. هیچ کسی نمیتونست در مقابلش چیزی بگه. یعنی از هر حزب کمونیستی که در دنیا قدرت رو گرفته، کنگره قدرتمندتر بود. چون مردمی بود، مردم هم خیلی توش بودن. ولی این مسئله رو آقای جواهرلال نهرو برای این استفاده نکرد که حاکمیت خانوادگی خودش رو به وجود بیاره یا حاکمیت کنگره ملی هند به وجود بیاره، بلکه یه جامعه دموکراتیک رو رشد داد. و دلیلش هم همین بود که این مکانیزما رو در هند گذاشت رشد بکنه. در درون حزبش همیشه بحث در رابطه با مسائل ایده‌ای وجود داشت، نه این مثلا مسائل دیگه که ما معمولا در جامعه ایران مسائل حاشیه‌ای رو بحث می‌کنیم، مسائل شخصی رو، مسائل شخصیتی رو، مسائل غیر مهم رو و نمیتونیم هم نکات مشترک رو ببینیم. این مسائل اجازه داد و این مسائل رو گذاشت توی بحث و حتی وقتی قدرت رو هم گرفت، چون بر اساس اینکه رهبر آزادیخواه هند بود، در کنار گاندی و شخص دوم جامعه هند بود، کسی ازش انتقاد نمی‌کرد. یعنی کسی جرأت این کارو هم نداشت، برای خودش به خودش جرأت شاید نمیداد، نه اینکه میترسید مثلا تو زندان بره مثل ایران یا جای دیگه. این مسئله نبود، ولی خودشون مثلا براشون مشکل بود از آقای نهرو به عنوان رهبر سیاسی، رهبر روحانیشون، رهبر بزرگ مثلا آزادی خواهشون انتقاد بکنن. ولی خودشون میرفت مثلا مقالات بر ضد خودش با نام مستعار مینوشت که تا مردم عادت بکنن به نقد داره. این خیلی مهمه و جامعه دموکراتیک وجود داره و در هند هم بعداً می‌بینید احزاب دموکرات دیگر هم به وجود اومدن و بعداً قدرت رو هم گرفتن، کنگره هم رفته کنار، اونا اومدن توی قدرت و یه جامعه دموکراتیک اونجا ایجاد شده. ما باید اهدافمون یاد گرفتن از این احزاب و از این جوامع باشه. و مسئله هند هم خیلی مهمه. بعضی وقت جا روشنفکران ایرانی رو می‌بینید چون خیلی الیتیست هستن، میگن که مردم ما آمادگی دموکراسی رو ندارن. خیلی خوب
اگه جواهرلال نهرو این راه حرف میتونست 50 سال پیشم بگه، ولی جواهرلال نهرو هیچ موقع فکر نکرد از اون کشاورز هندی بیشتر بلده. ولی اکثر کارشناسان سیاسی در حتی سطوح بین‌المللی بر این اعتقادن اگر کشوری بتونه در خاورمیانه به دموکراسی دست یابد، بهترین نمونهش ایران هست. خب چند مفهوم رو میخوام از شما تقاضا بکنم برای من باز بکنید و نگاه خودتون رو نسبت به این مفاهیم مطرح بکنید. ایدئولوژی. ما امروز با یک نظام ایدئولوژیک مواجه هستیم. آیا خودکامگی امروز برمیگرده به ایدئولوژیک بودن نظام یا اینکه نه چیزی فرای ایدئولوژی؟ نظام آینده آیا نظامی است ایدئولوژیک از دیدگاه شما یا فرای ایدئولوژیک؟ رژیم فعلی میشتوان گفت به عنوان یک رژیم ایدئولوژیک شروع شد. یعنی خمینی یک فرد ایدئولوژیک بود، در این شکی نیست. منتظری یک فرد ایدئولوژیک بود. اونها با همدیگه این ولایت فقیه رو تعریف کردن و ساختارش رو ایجاد کردن و حکومت ایدئولوژیک ایجاد کردن و هدفشون هم برقراری یک حکومت به اصطلاح شیعه اثناعشری بر اساس اون قوانینی که خودشون فکر میکردن از شیعه به وجود آوردن. ولی حالا نه، حالا این رژیم یه رژیم ایدئولوژیک نیست، با این همه که این آقای احمدی نژاد میخواد این مسئله رو به شکل‌های مطرح بکنه، همونطوری که بقیه احزاب سازمانایی که قبلا به اصطلاح احزاب کمونیستی به وجود اومدن، مثلا کره شمالی یا جاهای دیگه، شاید شروعشون ایدئولوژیک بود، ولی وقتی که تو قدرت اومدن، سیاست دولت باز مکانیزم خودشو داره، باز جذابیت خودشو داره، عادتهای خودشو میاره. این برای جمهوری اسلامی هم مستثنا نیست. پس چیه اگه ایدئولوژیک نیست؟ ببین اون نکات ایدئولوژیکش و اون پایه‌هاش رو به شکل‌هایی داره، ولی مثل هر دولت دیگری یه دولت پرگماتیک دولت ایران و اقشاری که در اونجا هستن، مثلا آقای رفسنجانی ها را حفظ سرمایش مهمتر از اسلامه، در این شکی نیست. به همین شکل برای آقای خامنه‌ای حفظ قدرت و حفظ اون به اصطلاح دوربریایی که به دوربر آقای خامنه‌ای هستن، براشون اون مهمتر از ایدئولوژی که مثلا خمینی یا منتظری برای این رژیم ترجیح دادن. اگر تعریف شما رو بپذیریم، نظام آینده چه نظامی خواهد بود؟ آیا نظامی است که اتکا به یک ایدئولوژی خواهد داشت؟ حالا هر گونه ایدئولوژی، از مذهبی گرفته، سیاست گرفته، ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی های ملی، چه خواهد بود؟ این بستگی به ساختار اون گروهایی که این تغییر رو میارن داره. این هم خیلی مسئله مهمیه. شما به چی معتقدید؟ الان مسئله ما، هدف ما اینه، هدف حزب ما اینه و هدفی که ما در کنگره ملت ایران فدرال داریم همینه که ما در آینده در ایران یک جامعه باز ایدئولوژیک، یک قدرت ایدئولوژیک، یک دولت ایدئولوژیک نداشته باشیم، بلکه یک دولتی باشه که بر اساس رأی مردمه، بر اساس خواست مردمه. حالا میتونن احزاب سازمان‌های ایدئولوژیک وجود داشته باشن، با رأی مردم تو قدرت بیان و با رأی مردم برن بیرون، یعنی مکانیزم و یک سری به اصطلاح مؤسسات وجود داشته باشه که این مسئله رو تعهد بکنه برای جامعه. هدف ما اینه. اگر این رژیم عوض بشه، باز به رژیم ایدئولوژیک، در واقع ما به هدفمون نرسیدیم، ما باید مبارزه‌مون رو ادامه بدیم. خب اگر با رأی مردم، خب این احتمال هم هست، یعنی دموکراسی دو سویه است. دموکراسی میتونه بر علیه خودش هم در واقع به خاطر آزادی هایی که ایجاد میکنه اقدام بکنه. ولی چه مکانیزمی میتونیم داشته باشیم که همه عقاید و آرا در جامعه آزاد باشن، به صورت اینکه بتونن تهذبی رو داشته باشن، تهذب گرایی داشته باشن و در ساختار قدرت هم خب شرکت بکنن، ولی ایدئولوژی های گروهی خودشون رو در واقع تعمیم ندن به ساختار سیاسی. فرض کنیم حزبی که اعتقاد به باوری مذهبی داره، شیعه، سنی، بهاییت، زرتشتی، مسیحی، یهودیت، ان الحق یا هر گروه دیگر، این جریان به قدرت سیاسی میرسد با این باور مذهبی خودش. چگونه میتوان برحذر بود از هر گونه التقاط، امتزاج این باورها و این ایدئولوژی‌ها در ساختار سیاست؟ همون مسئله است. باید یه جامعه لیبرال دموکراتیک باید مؤسسات خودش رو داشته باشه
آزادی مطبوعاتیش رو داشته باشه تا بتونه این مسئلهش رو انجام بده. در غیر این صورت امکانش همیشه هست در یک دموکراسی و حالا هم نمونه‌های دموکراتیکی بودن، شروع شدن با اهداف دموکراتیک، دیدیم بعد به دیکتاتوری تبدیل شدن و این مسئله همیشه هستش. دموکراسی چیزی نیست که یک بار اومد دیگه جاودان میشه. دموکراسی باید همیشه ازش دفاع کرد و همیشه باید متحولش کرد، باید با شرایط تطبیقش داد، باید مؤسساتش رو تقویت کرد و مؤسسات جدید به وجود آورد که تا بتونه اونو به صلاح رو پایش نگه داره. دموکراسی هر جامعه، هر سیستمی، هر نظامی به این شکله. تا اگه نتونی نوآوریش بکنید از بین میره. و دموکراسی خوب بالاخره این مسئله است که همونجوری گفتی به رأی مردم یک گروهی میتونه، یه پاپولیست هم بیاد روی کار، یه نژاد پرست هم میتونه بیاد روی کار که این اتفاق قبلا هم افتاده. یک حزب خیلی فناتیک هم میاد روی کار، میتونه بیاد روی کار و میتونه جامعه رو به بیراهه بکشه برای مدت کوتاهی یا برای مدت طولانی. به این دلیل خیلی مهمه که احزاب سیاسی و مؤسسات دیگری که برای پای روی به اصطلاح اون میتونه دموکراسی بیسته و خودش رو به اصطلاح تقویت بکنه، اونا باید در اون جامعه باشه. در غیر این صورت اون جامعه نمیتونه به یه جامعه لیبرال دموکرات تبدیل بشه. خیلی راحت مثلا یه جامعه مثلا هستن جامعه هستن دموکرات هستن، فقط نتونستن تا هنوز اون جامعه لیبرال دموکرات بشن، چون اون پروسه لیبرال دموکراسی یه مقداری طول میکشه. مثلا در کانادا که جامعه لیبرال دموکرات، یا در جامعه انگلیس به هیچ وجه مثلا کوبک مثلا میخواد یه سیاست دیگه جلو ببره، ارتش کانادا یا پلیس کانادا نمیره رهبراشو بگیره. ولی در جوامع دیگری که شاید دموکراتیک هستن، شاید فدرال هم هستن، همچین اتفاقی بیفته پلیس یا ارتش اونجا دخالت میکنه. تا هنوز اونجا دموکراسی تا اون اندازه رشد نکرده، با آرای مردم نیست. مثلا در کانادا این مسئله بر اساس آرای مردم حل میشه و کانادا هم یک کشور سالم و دموکرات به راه خودش ادامه میده. مفهوم دیگری که مایلم با شما صحبت بکنم مفهوم برابری اجتماعی جنسی است میان زن و مرد. میدونیم که یک موضوع بسیار جدی برای زنان کشور ما و به نظرم برای مردان کشور ما میبایست باشد که تا حدی هست برای بخش روشنفکری. و همچنین در واقع ساختارهای متفاوت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که در جامعه وجود داره این برابری رو حتی قادر نیست، اگر جوهرش و خواستش هست اما این برابری رو قادر نیست اعمال بکنه. در اون بخش هایی که قادر است اعمال بکنه تا چقدر حزب شما، اندیشه شما در واقع احترام به این برابری میگذاره و این احترام از نظر حقوقی چگونه تعریف میشه؟ در ایران اتفاقا بحثی که هستی مسئله است که زن، یعنی وقتی تو ایران زن هستی کاملا از روند اجتماعی جامعه دور میشی. در ایران خب تعریفی که امروز از لحاظ قانون اساسی است، تو باید یک به اصطلاح چند تا چیز داشته باشی، شیعه باشی، از لحاظ رژیمی البته برخی میگن فارس باشی، یا به شکلی مثلا تو باید با این رژیم هم باشی، یعنی این فارس باشی هم کافی نیست، شیعه باشی هم کافی نیست، ولی باید مرد باشی. در هر صورت زن در هر صورت تو در ایران وضعیتت مشخصه دیگه. اینه که در این جامعه‌ای که ما امروز زندگی میکنیم این مسئله قانونی شده و بر اساس جامعه‌ای که هم ما از قبل از جمهوری اسلامی داشتیم، هم زن بر اساس جامعه مرد سالاری که داشتیم ستمایی برش میشده و امروز خب از لحاظ قوانین بین‌المللی و مبارزات زنها در جوامع مختلف تا جایی اومده که یک سری حقوقش رو گرفته، تا هنوز کامل هم نیست. در جوامع لیبرال دموکراتیک هم زن حقوق کاملش رو نداره، ولی این مسئله یه مکانیزمایی ایجاد کردن، روابطی رو ایجاد کردن که زن هم امکان رشد مثل مرد را داشته باشه. این مسئله تحصیلاته، مسئله اینی که زن هم باید همون حقوق از لحاظ تحصیلی داشته باشه که بتونه بره از آموزش پرورش به همون شکلی که مرد استفاده بکنه تا بتونه حقوقش رو راحت‌تر بگیره. این مسئله به راحت ایجاد بشه. مثلا تحصیل می‌بینید؟ آره دیگه، در رابطه با تحصیل و بعدم ایجاد انجمن‌ها، سازمان‌های زنان. این یه مسئله چیزی قبلا میگفتید جامعه لیبرال دموکراتیک، جامعه دموکراسی به اون انجمن‌ها ایجاد داره، اون بخشش میتونه مثلا یک سازمان یا چند تا سازمان زنان باشه. آیا زن میتونه در تفکر شما رئیس جمهور یا رهبر؟ ولی ما آرزو داریم که رهبر حزب ما، دبیرکل حزب ما یک زن باشه و امیدواریم این آرزو ما به زودی برآورد بشه. فوق‌العاده است. خب مفهوم دیگه‌ای که در میان اکثریت جامعه ایران مطرح است، به نظر من به لحاظ کمی و همچنین کیفی
مسئله ملی است و به روایتی قومی. درک شما از زیست و همزیستی فرهنگ‌های متفاوت ملی در ایران چگونه است؟ حزب ما بر اساس تفکرش دومین اصولش همزیستی مسالمت آمیزه. همزیستی مسالمت آمیز زمان ایجاد میشه که در جامعه یک سری ناسازگاریایی به وجود بیاد. ناسازگاریایی هست از لحاظ تاریخی و از لحاظ زبانی، از لحاظ ملی، از لحاظ جغرافیایی. در جامعه ایران جامعه‌ای هستش به نظر ما چند ملی، کثیر ملت. بر این اساس باید در اونجا مسئله همزیستی مسالمت آمیز حل بشه. و این مسئله به نظر ما بهترین طریقه حلش هم از طریق ایجاد یک جامعه فدراله. جامعه فدرالی که برابری همه این ملت‌ها رو در اونجا تضمین بکنه. یعنی اینی که تضمین بکنه که این ملت‌ها فرهنگشون، زبانشون، موقعیت اقتصادیشون، همه اینها رو به نفع اونا، به نفع همه، نه به نفع یکی از این ملت‌ها یا بخشی از این ملت‌ها حل بکنه. این مسئله به این شکل وجود بیاد. این دومین اصول مهم برای حزب ما هستش. و در ایران هم این مسئله هست و این مسئله رو فدرالیسم بر این اساسه که وقتی ناسازگاری ملی باشه برای حل اون میاد. و در ما به نظر ما میتونیم در ایران در یک پروسه فدرالیسم خیلی خوبی با یک جامعه لیبرال دموکراتیک ایجاد بکنیم. همونطور که میدونیم فدرالیسم در جامعه مختلفی اومدن. فدرالیسم گارانتی نمیکنه، تعهد نمیده حاکمیت مردم. فدرالیسم برابری حقوق زن و مرد رو تعهد نمیکنه. یه جامعه دموکراتیک رو هم تعهد نمیکنه. ولی میتونه در کنار یک جامعه لیبرال دموکراتیک مثلا مانند سوئیس و یا یک جامعه دموکراتیک مانند هند و یا جامعه لیبرال دموکراتیک مثل کانادا تضمین کننده برقراری روابط مناسب در یک همزیستی مسالمت آمیز بین ملت ها باشه. یعنی دموکراسی هم به تنهایی، لیبرال دموکراسی نمیتونه مسئله ایران رو حل بکنه و هم فدرالیسم به تنهایی نمیتونه مسئله ایران رو حل بکنه. به این دلیل خیلی مهمه که ما این دو مثلا اون ساختار دموکراتیک، ساختار فدرالیسم رو در هم بیامیزیم و در ایران یه جامعه دموکراتیک و فدرال درست بکنیم. و به روایتی حقوق شهروندی برابر پایه‌ای میبایستی باشه که فدرالیسم روی اون سوار بشه. یعنی دوتا رو با هم توأم ببینید. دقیقاً. این آزادی فردی، حقوق فردی یک چیزی که باید بر اساس قانون اساسی فدرال تضمین بشه. این مسئله نمیتواند توسط کسای دیگری تعریف و تفسیر بشه. یعنی اینی که من بیام به عنوان یک کسی، خب هر کسی میتونه عقیده خودشو داشته باشه. میتونم من مثلا مخالف فلانی باشم از لحاظ فردی، یک حزبی میتونه بگه که من مثلا بیشتر حقوق بورژوازی رو میخوام، یکی میخواد بگه من بیشتر حقوق طبقه کارگر رو میخوام. ولی از لحاظ فرد اون طبقه کسی که بورژواست، اون که کارگر است در یک جامعه دموکراتیک معمولا اینه که این جوامع این مسائل هم سازش داده بشه هر دو تاشون دارای حقوق باشن. حقوق امنیتی از لحاظ جسمی، حقوق امنیتی از لحاظ مالی باشن و این وضعیتی هم برای زن و هم برای مرد. در قانون اساسی فدرال باید حقوق فردی کاملا به رسمیت شناخته بشه، قانون بشه که کسی نتونه اونو ضایع بکنه. برخی از هواداران دموکراسی در ایران و تا حدی مخالفین فدرالیسم معتقدند که حقوق برابر شهروندی که همه شهروندا یکسان در برابر قانون مورد حمایت قرار بگیرند میتواند کافی باشد برای حادث شدن دموکراسی و همچنین برآورد خواسته ها. در فرهنگ سیاسی ملیت ها امروز صحبت دیگری هم در واقع اضافه می شود. میگوید این فرهنگ سیاسی میگوید ما خواسته گروهی مشخص داریم جدا از خواسته‌ای که ما رو پیوند میده با سراسر ایران. خواسته ویژه ما نیز برمیگردد به مسئله زبان، مسئله فرهنگ، مسئله در واقع کنترل و نظارت بر جوامعی که در آن زندگی میکنیم و از این طریق در واقع صد راهی در برابر سانترالیزمی بشیم که یک پیوند تاریخی داره، یعنی یک قدمت تاریخی داره چند هزار ساله و به همین سادگی هم
نمیشه از اون دست برداشت. اینجاست که صحبت از فدرالیسم به میان میاد به عنوان راهکار. این گروه در واقع نمیاد حقوق برابر شهروندی رو نفی بکنه، بر پایه میگه اون حتما در قانون اساسی لازم است، این هم بر پایه اون میبایست ممزوج با آن در واقع تکامل بکنه. این دقیقا اینجوری هستش. این بحثش در جامعه ایران خیلی حاده امروز اگه به اصطلاح نوشتهایی که در مسائل ایران، بحثایی که در رابطه با آینده ایران میشه، این مسئله همیشه مطرح است و در نظر همه گروه ها، احزاب سیاسی و یا نیروهای سیاسی است و این مسئله رو بحث میکنن. مسئله که مطرح است اینه که این دوتا متناقض همدیگه لازم نیست بشن. حقوق شهروندی و حقوق گروهی در قوانین سازمان ملل همین مسئله به شکل مشخصی تعریف شده و هم حقوق گروهی در نظر گرفته شده و هم گروه فردی در نظر گرفته شده است. ما هم مسئلهمون همینه. ما در یک جامعه دموکراتیک و برقراری جامعه دموکراتیک میتونیم حقوق فردها، افراد و زن یا مرد یا هر کسی از لحاظ طبقاتی هم تامین بشه. از طریق ساختار فدرالیسم میتونیم اون بخشی را که ناسازگار از لحاظ زبانی با هم دیگه و یا تضادهای دیگری که هست از لحاظ جغرافیایی اونا رو حل بکنیم. این مسئله هست. یعنی ما با استفاده از هر دو تا این مکانیزم میتونیم یه جامعه دموکراتیک و فدرال درست کنیم که همه این خواستا رو در بر بگیره و این مشکلاتی را که ما داریم حل بکنه، بگذاره بره ایران به طرف یه جامعه با رفاه اجتماعی. ناصر ولودی عزیز با ما باشید. تشکر. با هم میریم یک قطعه موسیقی تماشا میکنیم با تصاویری و برمیگردیم. پرسش های بسیاری داریم. تشکر، خیلی ممنون. بینندگان با ما باشید. از اینجا تا به بیرجت گداره اول نقش و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دیداره یاره. ای یاره جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی. ای یاره جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم وای. ای یار جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی. ای یار جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی. بیا تا گندم یک خوشه باشیم، بیا تا به یک رود خونه باشیم. یکی عیسی بشیم در مناجات، یکی شم و یکی پروانه باشیم. ای یار جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی. ای یار جانی جاودانی، بیا که بر نمیگرده دیگر جوانی.
بار دیگر خوش آمدید به برنامه گفتگویی داریم با آقای ناصر بلدیه از حزب مردم بلوچستان و من بسیار خوشحالم که امروز با یک روشنفکر هموطن بلوچم این فرصت رو دارم که گفتگویی داشته باشم. من تشکر میکنم از شما و از بقیه دوستان تیشک تیوی. میتونم قسمت دوم دیگه صمیمی‌تر بشیم بگم ناصر جان، ناصر عزیزم. از اول میگفتیم ناصر. خب ناصر عزیز، ما بخش اول صحبت رو بیشتر گذاشتیم روی تفکر خود شما و حزبی که بهش تعلق دارین که چه باید کرد، چه میاندیشید در مورد زن، در مورد جامعه، دموکراسی و بعد به راهکار فدرالیسم رسیدید. شما عضوی از خانواده کنگره ملیت‌های ایران هستید. در مورد کنگره ملیت‌های ایران بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی نگاه بسیار خوبی دارن، برخی اما با شک و شبهه نگاه میکنن به عنوان جریانی که فقط از آن ملیت‌ها یا اقوام ایرانی است و حتی این کلمات هم دیگه داره من اذیت میکنه. هی باید تکرار بکنم بگم ملیت‌ها، اقوام، خلق، برای اینکه این انشعاب فکری که بر سر این تفکرات وجود داره با پیش‌داوری‌های خودش نگاه میکنه. ولی به هر حال تفکری وجود داره که معتقد کنگره ملیت‌ها با جمع‌آوری همه ملیت‌ها گام یا پای در راه تجزیه ایران میگذاره. چگونه است که شما جمع میشوید و بعد تجزیه میشوید؟ جریان چیه؟ اساسا این مسئله از قبل هم به وقتی که پیش از اینکه کنگره به وجود بیاد، حزب ما یکی از فعالانی بوده که در رابطه با فدراسیون‌های مختلفی به وجود بیاد، در سوئد، در لندن، در جاهای دیگه و بقیه احزاب مثل حزب دموکرات کردستان و سازمان دیگری که در کنگره هستن هم فعال بودن در این زمینه و از بقیه سازمان‌ها و احزاب هم دعوت شده برای شرکت در این مسئله. ولی خب این مسئله اساسی که هستش، این اکثر این احزابی که در رابطه با این مسائل فعال بودن، مخصوصا مثلا از کردستان یا از بلوچستان یا از جای دیگه بودن، دوستان دیگه که به دعوت می‌شدن، اونا مسئله رو به این شکل نمی‌دیدن از قبل و نمیخواستن در این جمع باشن، یعنی دعوت شدن ولی نتونستن در این جمع بمونن و یا از لحاظ نظری آمادگی نداشتن. وقتی کنگره فدرال هم درست شد، این هم مسئله براشون رو حل نکرد. خیلی از این مسئله استقبال کردن به شکلی که دیدن یه نمونه خوبی از یک گروه، از یک کنگره از احزاب مختلف در رابطه با ایران به وجود اومده و این در جای خودش یه چیز خوبیه. برخی دیگر این مسئله رو به این شکل دیدن، همونطوری که شما گفتین که به دو تا بخش بودن، اون بخش دیگرش که میگفتن که نه اینا میخوان ایران رو جدا بکنن و مسئله اساسی برای اونا این مسئله نبود که اینا با هم دیگه جمع شدن. مسئله اونا اینا بود که چرا اینا زیر چتر اونا جمع نشدن یا زیر نظر اونها نیستن، در حالی که برخی عادت کردن، چون همون تفکری قبلا گفتیم در جامعه ما اینجوری بوده که طرف فکر میکنه چون اون اولی هستش، چون اون در مرکز قرار داره یا خودش رو احساس میکنه در مرکز قرار داره، در حالی که در یک کشور باید همه در مرکز باشن از لحاظ اهمیت. این طرف فکر میکنه چون در مرکز بوده از این لحاظ باید اون در مرکز این به اصطلاح اتفاق باید بی بود. یعنی به طور غیر مستقیم تفکر سانترالیستی، عملکرد سانترالیسم به لحاظ تاریخی در تفکر انسان هم که حتی ادعای دموکراسی داره می نشینه و در خودش این گونه دقیقاً فرهنگ سیاسی ما از انسان از کجا نظرمون میگیریم؟ تو همین فرانسه رو نگاه بکن، ایران رو نگاه بکن، ساختمانایی که درست میشه بر اساس موادی که در اون جامعه هستش. دقیقاً در رابطه با ایدئولوژی تفکر هم اینجوریه. تو بر اساس اون تفکر ایدئولوژی که شنیدی، بر اساس اون فرهنگ سیاسی که داری، بر اساس اون نظریات تو بگیری و اینا صرفاً به همین دلیل که میدیدن اینجا نیروی وجود اومده، نیروی قدرتمندی، نیرویی که میتونه تبدیل به یک آلترناتیو بشه و یا بخش مهمی از یک آلترناتیو بشه. این دیسنترالایز میخواد، جامعه غیر متمرکز یا جامعه بدون مرکز میخواد. حالا چرا میخواین یعنی این رو برای بینندگان مشخص بکنیم؟ چرا ما یک جامعه دیسنترالایز شده لازم داریم و
نمیخواهیم دیگر تکیه بکنیم به تمرکز طلبی. تمرکز طلبی در ایران در این دوران مدرن که دولت مدرن در ایران وجود اومده بعد از رضا شاه بوده دیدیم، این جوابگوی مسائل ایران نیست. اولا جوامعی که از لحاظ جغرافیایی هم فرق جغرافی خیلی اساسی مثلا بین آذربایجان و بلوچستان هستش، هم از لحاظ زبانی فرقای اساسی هستش، هم از لحاظ همانطوری گفتیم که از لحاظ جغرافیایی هم یک سری به جز مسائل جغرافیایی و مسئله زبانی، مسئله فرهنگی، مسئله تاریخی هم هستش. اینا کلا مسائلی هستند که باید با همدیگه سازگاری داده بشن و این مسئله هستش. یکی دیگه هم اینه که اگه ما یه جامعه فدرال داشته باشیم که جوامعی که بتونن تصمیمات اقتصادی خودشون یعنی یک سری قدرت اقتصادی درونی داشته باشن و در قدرت مرکزی هم شریک باشن، میتونن یه رشد اقتصادی بهتری در اون جامعه ایجاد کنن. امروز در جامعه بین‌المللی نگاه بکنی، موفق ترین کشورها کشورهای فدرال هستن. سوئیس به عنوان بهترین کشور فدرالیه. آمریکا ابرقدرت دنیاست، یک کشور فدراله. در بین کشورهای اسلامی این هم باید توجه کرد. یک کشور صنعتی هست مالزی، اونم کشور فدرالیه. اگرچه لیبرال دموکراتیک تبدیل نشده ولی یک سری دموکراسی داره و یه جامعه فدراله و جامعه فدرال یک چند تا از اعضاش مثلا سنگاپور ازش جدا شده و 2 تا اعضای دیگه بهش پیوستن چون احساس کردن که بهتر منافعشون در مالزی تامین میشه، اونا مثلا به مالزی پیوستن. و یک کشور دیگه هم هست امارات متحده عربی، اگرچه مثلا جامعه دموکراتیک به معنای مدرن نیست ولی می‌بینیم از لحاظ اقتصادی خوب شده. یه دموکراسی اقتصادی داره. یه دموکراسی اقتصادی داره. یعنی در هر جامعه تا بین هر جامعه نگاه بکنی، فدرالیسم دارای نکات خیلی مثبتی برای رشد اقتصادی است، برای رشد اجتماعی است. فدرالیسم چه می‌خواهیم انجام بشود؟ ما می‌خواهیم که مثلا من به عنوان بلوچ در ایران به عنوان حیثیت انسانی من مورد سوال قرار نگیره. چرا تو بلوچی مثلا زبان تو کمتره، تو مثلا به عنوان این که مثلا سنی هستی یا مثلا به عنوان این که در حاشیه قرار گرفتی، دور از مرکز بهمون میگن حتی دور ایران. خب اگه قراره دور از مرکز هستی پس باید مرکزی در اونجا هم باشه که ما به اون مرکز نزدیک باشیم دیگه. مسئله اینه که این مسئله برای ما خیلی مسئله رو حل میکنه. ما برای تصمیم گیری مثلا حالا حتی اگر در این مسئله خیلی کوچیکه، اگه میخوای یه دکتر هم بری در بلوچستان خوبش نیست باید بری تهران. ما خیلی مسائل داریم، تنها مسئله زبانی هستش، مسئله اقتصادی هستش، مسئله رفت و آمد هستش، مسئله دسترسی به امکانات هستش. همه این مسائل رو میتونیم ما در یک دیسنترالایزش بکنیم، امکانات رو از مرکز به تمام جاها. اون موقع تمام جامعه داره میخواد زندگی بکنه، امروز تمام جامعه ایران زندگی نمیکنه. ما باید اینو تبدیل بکنیم که همه جامعه ایران، تمام جغرافیای ایران زنده بشه. در واقع با این اندیشه شما آنچه که امروز ایران به هر لحاظ گذشته از سیستم‌های حکومتی به خصوص نظامی که امروز حاکمه، آنچه که امروز ایران به عنوان فرهنگ و غیره طی این 100 سال گذشته به آن رسیده، جلوه‌ای است از کارکرد درصد بسیار کمی از قوایی که در این سرزمین وجود دارد. دقیقاً. شما معتقدین ما قادریم با افزون کردن این قوا، یعنی از این قوای 15% 20% ما میتونیم به 100% این قوا رو ارتقا بدیم و اونگاه هست که گسترده رشد در همه زمینه‌ها، اقتصاد، سیاست و غیره، به سوی دموکراسی میتونه بسیار افزون بشه. به سوی دموکراسی، رفاه اجتماعی، زندگی بهتر از هر لحاظی. مردم ما خیلی امکانات محدودی دارن. ما با تقسیم این امکانات، دادن امکانات به همه مردم و زنده کردن همه جامعه ایران میتونیم دارای یک رفاه اجتماعی خیلی بالایی باشیم. با اون آب و هوایی که داره، با اون سرزمینی که هست اونجا در اون مناطق، کلا منطقه خاورمیانه میتونه خیلی منطقه رشدی باشه. خاورمیانه وقتی بهش میگن در وسط همه دنیا قرار گرفته. ما به جای اینکه در دنیا در رابطه با ما همیشه در رابطه با جنگ یا صلح صحبت بکنه، جایی باشه که تفکر تبادل افکار بشه، مردم بیان میانه کاراشون اونجا بگیرن، خوب بکنن. یه جای خیلی خوبی میتونه باشه و ایران میتونه در این پروسه به اصطلاح میتونه شاید اولین کشور هم بشه این روند رو بگیره. امیدواریم که بتونیم این مسائل رو جلو بریم، یعنی جامعه دموکراتیک، جامعه فدرال، جامعه باز از لحاظ سیاسی، جامعه باز از لحاظ اقتصادی و یه جامعه زنده. خب تفکر تمرکز طلب هراسی از
در واقع دسنترالیزه شدن داره و معتقده که ساختار این کشور به لحاظ تاریخی میبایستی همیشه یک قدرت مرکزی قوی در آن وجود داشته باشه. حال ما در تاریخ هم گونه‌های مختلف رو در این سرزمین میبینیم. بگذاریم از آن، نمیخواییم به مسائل تاریخی زیاد استناد بکنیم، برمیگردیم به روی زمین معاصر. این تفکر معتقد است که فدرالیسم نوعی از آنارشیسم رو در این سرزمین میتونه بنیان بگذاره و قادر نیست که این سرزمین رو به نظم در بیاره. باور دارید شما؟ ببین، تنها چیزی که ایران رو میتونه به نظم در بیاره فدرالیسمه. نظمی که امروز هست، این نظم ما در بلوچستان هر روز تا اگه تو سایت حزب ما بری میبینیم اونجا 2 نفر بلوچ امروز به دار آویختن، 3 نفر رو دیروز به دار آویختن. آیا این نظمه؟ این از بی‌نظمی میاد. بی‌نظمی است که در اونجا به اصطلاح ارتشی که یا باید از مرزها دفاع بکنه داره درون مردم خودشو میکشه. مثلا در جامعه ایران نیروهایی که باید از خودش دفاع بکنن مثل یک مار دیوانه شدن، به همدیگه حمله میکنن. اینو کی گفته نظم هستش؟ جامعه ایران که تا هنوز نظم دیده؟ خب حالا میایم باز تو همین رابطه فدرالیسم صحبت بر این هست که در فدرالیسم که مناطق متفاوت، 2 نوع فدرالیسم، 2 تجربه فدرالیته ازش برخورداریم. یک آنجوری که در جامعه ایران هم راجبش صحبت میشه، فدرالیسم استانی، فدرالیسم ملی. شکل شمایل کشور ما هم در مناطق مختلف هر دو رو به نوعی نشان میدهد. یعنی مناطقی اگر حتی فدرالیسم استانی بشود، همه را اگر تحت عنوان فدرالیسم استانی بپذیریم، برخی از این استان‌ها اصلا ملی هستند. بنابراین هم استانی خواهد بود هم ملی. چه ترسی از فدرالیسم ملی وجود داره؟ چرا آنانی هم که تمکین میکنن به فدرالیسم اما سعی میکنن فدرالیسم استانی تقلیل بدن؟ حتی جمهوری اسلامی برخی از سیاستمدارانش فدرالیسم رو میپذیرن اما تحت عنوان فدرالیسم فرهنگی. چرا این هراس وجود داره؟ مسئله اساسی که از باز همون داشتن قدرته. یک سری مزیت‌ها هستن. حالا این مزیت‌ها رو بخشی برای ملت خودشون میبینن، یه مزیت‌ها رو بخشی برای قشر خودشون میدونن، یک سری حکومتی رو دارن. اینا این مسئله رو میگن، فکر میکنن با یک فدرالیسم استانی برخی از این مزیت‌ها رو میتونن حفظ بکنن. وقتی فدرالیسم استانی بشه، یک به اصطلاح مجلس سنایی باشه. در اون مجلس سنا که مجلس بالاترین مجلس از لحاظ قانونگذاری شاید بشه، در اونجا به اصطلاح اونا میتونن یک اکثریتی داشته باشن که به همین روش خودشون ادامه بدن. این هدف کلی اوناست. حالا این مسئله به چه شکلی این مسئله رو میخوان ایجاد بکنن، اون مسئله خودشونه. ولی در رابطه با ملت‌ها و سازمان و احزاب ملت‌ها، اونا مسئله فدرالیسم ملی رو مطرح میکنن. فدرالیسم ملی رو به این دلیل مطرح میکنن که در ایران اگر هم قراره واحدهای جغرافیایی تغییری بکنن، باید بر اساس یک سری مفاهیم باشه. اینو نمیشه مثلا بر اساس شیعه گذاشت، مذهب گذاشت. اینو نمیشه مثلا بر اساس فقط جغرافیا گذاشت، بلکه یک سری مسئله عمده در ایران مسئله ملی هست. اون واحدهای ملی هستن به وجود میان. اگر مناطقی از لحاظ جغرافیایی خیلی بزرگ هستن، مثلا اونا رو میشه مثلا به چند تا واحد جغرافیایی تبدیل کرد که میتونن از لحاظ مثلا ملی دارای یک به اصطلاح واحد ملی از لحاظ زبانی یا فرهنگی باشن، ولی از لحاظ سیستم ادمنستریشن میتونن به اصطلاح واحدهای جغرافیایی مختلف تبدیل بشن. و این هم عراسی هم نیست. وقتی که مثلا 3 تا استان فارس نشین باشه، 6 تا استان دیگه مثلا ترک زبان و بلوچ زبان و کرد زبان و ترکمن و عرب هم هستن در ایران، خب هیچ گونه اشکالی از لحاظ چیز قدرت به وجود نمیاره برای کسی. حالا می‌بینید خب برای ادمنستریشن چجوری این مسئله رو میشه حل کرد. در سوئیس مثلا کانتون‌های مختلف هستن، برخی کانتون‌ها نیم کانتون هستن، یکی یک کانتون کامل است. همه مسائل از لحاظ سیاسی میشه حل کرد. در ایران هم این مسئله رو میشه حل کرد. کار کارشناسانه است و این مسئله رو همه رو حل کرد. و بعدش هم فدرالیسم یه چیزی که همیشه به یک شکل نیست، در خودش باز یک سری تغییرات میاره، یک سری مناسبات جدید ایجاد میکنه. دیول فدرالیسم میاد، بعد فدرالیسم هم فدرالیسم اسیمتریک هستش و سیمتریک هستش. اینا هم خب تعریف‌های خودش رو
داره. مثلا کانادا یه فدرالیسم اسیمتریک هستش، در حالی که مثلا آمریکا یه فدرالیسم سیمتریک هستش. فدرالیسمایی که مثلا برخی از واحدها در فدرالیسم سیمتریک مثلا چیز هست. مثلا در کانادا کوبک یک سری حقوق بیشتری داره از بقیه استانایی که بر اساس جغرافیایی هستن. در اسپانیا به همین شکله. در اسپانیا مثلا منطقه کاتالان طبق قانون اساسی مجلس به اصطلاح میگم مجلس اسپانیا به عنوان یک ملت قبول کرد و یک سری حقوق بالاتری داره از بقیه واحدهای جغرافیایی. این اسیمتریک میشه، یعنی اینکه واحدهای جغرافیایی حقوق پایینتری دارن در حالی که واحدهای ملی حقوق بالاتری دارن. از لحاظ دموکراسی داخلی میگم خودمختاری داخلی در بخش اقتصاد و یا در گذاشتن برخی از قوانین. در هند هم این مسئله به همین شکل به وجود اومده. حالا اگر نگیم حقوق بالاتر، از حقوق ویژه خود حقوق ویژه، آره من بخشید من و به دلیل زمان چون اگر حقوق ویژه بالاتر اون بخش دیگه فکر می‌کنه ما قرار حقوق از نظر استفاده کردم، آره داره حقوق ویژه هستن به دلایل به این دلیل. نظرا فدرالیسم‌های مختلف هست. می‌دونید در بحث‌های آینده آدم میتونه روی این مسئله بحث کنه. برای شما اون شکلی که در ایران می‌بینید شکل ترکیبی می‌بینید به خاطر ساختار جغرافیایی و مسلماً ایران رو نمیشه مثلا تطبیق داد با سوئیس یا با کانادا. با توجه به شرایطی که در ایران داره، ما در نشست‌های مختلفی با هم دیگه، حالا منظور من نیستم بلکه همه نیروهای سیاسی مختلف هستن، به یک سری نتایج میرسن و بعد بر اساس قوانینی که ایجاد میکنن، یک سری قوانین پایه‌ای اصولی هستن که اونا باید کاملا باشه، مثل حقوق فردی که باید تامین باشه، مثل حقوق مثلا ملت‌ها و یا ساختار فدرالیسم که باید تامین باشه، هیچ کسی نتونه اون رو خراب بکنه. بقیه مسائل همیشه قابل بحث میشه. آنچه که شما تلاش میکنید، آنچه که در اندیشه میپرورانید به عنوان طرفداران دموکراسی در وهله نخست و به گمان شما لیبرال دموکراسی و سپس نوع حکومت فدرالیته، برای همگرایی است، برای اینکه یک همزیستی رو در این سرزمین تعریف بکنید، نه برای اینکه بخواهید در واقع تفکیک و انشعاب جغرافیایی، حقوقی و غیره رو به تعریف در بیارید. دقیقاً جامعه امروزی اساسش همین انسان‌ها با هم دیگه برابر بشن. این مرزهای جغرافیایی نیشن استیت امروز خودش زیر سوال رفته. حالا نیشن استیتی مثل آلمان فدرال بوده، ساختار فدرال جغرافیایی داشته، و یا مثلا مثل بلژیک بعداً به شکل به اصطلاح فدرال بر اساس ملی به وجود اومد. و این در رابطه با ایران هم هستش، در رابطه با همه جوامع هستش. مسئله اساسی حل مسائل مشکلات هست اونجا، با ایجاد یک سری ساختارهای که بتونه اون مسائل رو حل بکنه. مسئله فدرالیسم، مسئله لیبرال دموکراسی و اینی که مثلا در آینده خب وقتی که ما میبینیم اروپا بعد از 50 سال دموکراسی به طرف یک به اصطلاح ترانسفرنتی، یعنی یک حاکمیتی که به اصطلاح به شکل افقی هستش، نه به شکل عمودی یک جا هستش، بلکه همه مثلا دولت ها یک سری حاکمیت میدن به یک جای دیگه. در اون جوامع هم اگه دموکراسی بیاد، زمینه‌های بهتری برای همکاری‌های بیشتر بین ایران و کشورهای همسایش به وجود میاد. خیلی از مسائلی که مثلا ترانس نشنال هستن، مثل مسئله کرد، مسئله بلوچ، مسئله خود فارس هم از تاجیکستان زبان فارسی حداقل زبان داری، از پاکستان تا افغانستان تا ایران زندگی میکنه، اون مسائل هم میشه حل کرد. امروز مثلا برای من بلوچ این خیلی مثلا ناراحت کننده است. ایران مثلا در رابطه با زبان فارسی تو تاجیکستان بیشتر سرمایه گذاری میکنه تا بلوچستان برای زبان بلوچی، در حالی که ما در ایران هستیم. این برای من خیلی ناراحت کننده است. امکانات مملکت سرزمین ما در یه جای دیگه سرمایه گذاری میشه، چون اون زبان با زبانی که دولت ایران به عنوان زبان خودش انتخاب کرده بر اونجا سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان، نه برای بلوچستان کردستان. من اوایل برای بلوچی ما یه ضرب مثل داره، شاید فارسی باشه، میگن که چراغی برای خونه روانی است به مسجد حرامه. بارها گفتم تو این برنامه. آره همینه، اینو باید اول برای خود ما اونجا باشه، بعد ما هیچ گونه مشکل نداریم، حتی به زبان فرانسوی هم کمک میشه اگه امکان اومد بالا، ولی فعلا اونجا خودمون مشکل داریم. البته الان امکان داره دوستان تاجیکی ما اعتراض بکنن، بگن که نه ما خیلی هم دوست داریم. ناصر جان
اینجوری هم نیست. اینها شاید چیزی اینجوری که نیست. برای ما آوردن قرآن آوردن، ما چیز شاید دیگه هم می‌خواستیم. میگن اونا شاید این نخوان، شاید اونا ولی این نخوان، به هر ولی حال تبلیغات رژیم اینو میگه، تبلیغاته. جلساتی البته میگذارن و بله آنچنان هم در این زمینه چیز ندارن. آره دقیقاً، منم با شما موافقم. ادای بعضی وقتا ملیگرایی در میارن، آره ولی اون هم برای اینکه یک نقشی رو به توهم ایجاد بکنه. بله درسته. اما برمیگردیم باز سر مسائل جدی‌تر. خب شما در واقع با فدرالیسم فکر میکنین که قادر خواهید شد این نابرابری‌های اجتماعی و روانی که بر جامعه حادث شد و این مسئله بسیار مهمه، یعنی یک شهروند کرد با یک شهروند بلوچ با شهروند آذری و عرب و ترکمن ما امروز بر این باوره که شهروند درجه 2 هست. دلایل هم کافی برای این باور وجود داره. وقتی اقتصاد کشور، سرمایه کشور در حد اقلهاش برای توسعه عمران و اقتصاد این مناطق تخصیص داده میشه که میبینیم در تصاویر چگونه خلق عرب زندگی میکنه، خلق بلوچ زندگی میکنه، خلق کرد و غیره. وقتی میبینیم زبان که مهمترین جلوه فرهنگ و انسانی چگونه مورد اهانت قرار میگیره و اجازه داده نمیشه که انکشاف در زبان شکل بگیره و شخصیت سازی انسان بر مبنای زبان مادری شکل بپذیره، چگونه میتونه این جوان امروز ایرانی که کرد است، کرد ایرانی است، بلوچ است، بلوچ ایرانی است، عرب است، عرب ایرانی است، قبول بکنه؟ چون در قانون اساسی آمده که همه حق برابر در برابر قانون دارند. کافی نیست، در عمل میخواد ببینه کجا این حق برابر وجود داره، کجا این شهروند درجه 1 هست. خب این مسئله باید بر اساس قانون، تغییراتی که در قانون و در ساختار اجتماعی، در اون به اصطلاح رفتار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. همونجوری گفتین مثلا خوزستان در اهواز، اونجا تقریباً شاید 80% درآمد اقتصادی ایران از اونجا باشه، ولی با عملکردهای متفاوت اقتصادی که دولت‌های ایران در این 50 سال، در این 60 سال اجرا کردن، می‌بینیم مردم اونجا تا هنوز در یک شکل خیلی ابتدایی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زندگی میکنن و این دقیقاً از همین رفتاره و به همین دلیل هم است که باید ایران تغییر بکنه. به همین دلیل هم است که با این حال که مثلا به هر شکلی است، مردم اهواز در اونجا بخشی از این امکاناتی که در جامعه اونجا هست از لحاظ خودمختاری اقتصادی وقتی داشته باشن، بتونن در جامعه خودشون سرمایه گذاری بکنن و بتونن زندگی با حیثیت انسانی خوبی داشته باشن، همونطور مردم بلوچ، مردم کرد. حالا مثلا من چند وقت قبل توی فاینانشال تایمز خوندم، نوشته بود در دو کردستان گزارش داشت، نوشته بود کردستان دومین استان عقب افتاده ایران از لحاظ اقتصادی. خب معلومه اولی بلوچستانه. دلیلش مثلا می‌بینیم که در جامعه ایران مناطقی که از لحاظ زبانی ملی با مرکز ایران، چیزی که بهش میگن مرکز ایران، فرق میکنن، اونا هستن که ضرر اقتصادی دیدن و این به اصطلاح تبعیض از لحاظ اقتصادی باید از بین برده بشه. در رابطه با زبان هم به همین شکل هستش. باید این زبان هم حق داشته باشن که در آموزش پرورش به عنوان زبان تحصیلی استفاده بشن و به همین شکل در مؤسسات، در بخش‌های به اصطلاح رسمی هم با یک رسمیت مشخصی در جامعه استفاده بشن تا بتونن رشد بکنن، تا اون بلوچی که زبان بلوچی رو صحبت میکنه داره شخصیت کامل انسانی بشه، حیثیت انسانیش حفظ بشه و همینطور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ رشد اقتصادی و اداری، همه این مسائل مهمه. همه این مسائل بستگی به شخصیت، به توانایی انسان داره. دو شما گفتی وقتی که انسانی از اول بهش بگن تو پایینی، تو کمتری، اون حیثیت انسانیش میاد پایین. وقتی از اول بهش بگی تو وقتی که متولد شدی به عنوان یک بچه در ایران، مثلا من به عنوان بلوچ اگه بچه در جامعه بلوچستان متولد بشه، اون از اول میدونه که رئیس جمهور ایران نمیتونه بشه. این حالا اگه مثلا ولی اگه جامعه دموکراتیک بود، جامعه فدرال، جامعه سکولاری بود ایران، هر مادری در ایران چه بلوچ باشه یا فارس باشه،
بچهش چه زن باشه یا میگم چه پسر باشه یا دختر باشه، باید بتونه این آرزو رو بکنه که این یک روزی بالاترین مقام این کشور رو داشته باشه. ولی امروز در ایران این امکان نیست. چه احساس قشنگی هم هست، نه؟ خیلی احساس قشنگه. احساس مادرانه قشنگی است. آره. باید هر مادری برای بکنه. دختران و پسران خودشان با داستان‌های شاه پریان و غیره. و این حسی است که بینندگان عزیز ما در میان بسیاری از ساکنین ایران زمین وجود داره که شهروند درجه 2 جامعه و شاید در مواقع درجه 3 جامعه حساب می‌کنه. با چنین حسی نمیتوان دعوت به همگرایی کرد، دعوت به یک همایش کرد و با هم ساختن یک سرزمین، یک فرهنگ. میبایستی کاری کرد، کارستان، قبل از هر چیز در تفکرهای خودمون. ناصر عزیز، تفکرهایی که با درک پیش‌داوری مانع از این همایش میشه. یک، باید بپذیریم سرزمین ما صاحب گنجینه‌های بزرگی است، با همین خلق‌ها و ساکنینی که وجود دارن، با همین زبان‌ها و فرهنگ‌هایی که وجود داره، صاحب این گنجینه‌هاست و گنجینه‌هایی که نه مدفونن، گنجینه‌هایی که بیرونن اما انکار شدن. پس گام اول این است که دست از این انکار، دست از این پیش‌داوری‌ها برداریم، در این گنجینه ها رو باز کنیم و همه از آن در واقع بهره خواهیم برد. درست. ناصر عزیز، بی نهایت خوشحال شدم. خیلی ممنون. من همچنین از اینکه امروز با شما گفتگو داشتم. مایلم دقایق آخر رو در اختیار شما بگذارم، شما با بینندگان ما صحبت بکنید. فکر میکنم بیشتر صحبت‌ها شده است، ولی خب من هم از شما و قبل از هر چیز از همه دوستانی که در تیشک تیوی هستن این موقعیت رو برام فراهم کردن تشکر میکنم و آرزو دارم در جامعه ما جامعه دموکراتیکی بشه بزودی و مشکلاتی کلا برای جامعه ایجاد شده در این چند صد سال یا چندین دهه اخیر به خصوص به وجود اومدن بتونیم اینها رو به شکلی جبران بکنیم و مردم نسل‌های آینده زندگی خوبی داشته باشن. و به خصوص یه مسئله فکر میکنم خیلی مهمه در رابطه با ما بلوچا، اخیراً به خصوص در این 2 سال اخیر تعداد اعدام‌ها در کشتار در بلوچستان وسعت خیلی زیادی پیدا کرده. اخیراً ربودن جوان‌ها هم رسم شده. تعداد زیادی از خانواده‌ها جواناشون وقتی میرن بیرون دیگه بر نمیگردن، حتی جوانای 14 ساله 15 ساله هم ربوده شدن. وضعیت خیلی وحشتناکی برای جامعه بلوچستان اخیراً ایجاد شده و امیدوارم که یه مسئله‌ای که ما داشتیم در ایران در رابطه با مسئله اینه که در رابطه با حقوق بشر هم متاسفانه حتی سازمان‌های ایرانی، اونایی که خودشونو سازمان حقوق بشر میدونن، چه در تهران هستن یا چه در خارج از کشور هستن، در این مسئله هم تعویض میکنن در رابطه با مسائل بلوچستان مطرح کردنشون. اگرچه این مسئله رو بعضی وقت اونا مطرح میکنن این وظیفه ما بلوچاست، ما اینو میدونیم که این وظیفه ما بلوچا هستش. وقتی که مسئله ایران میشه میگه همه ایرانی، وقتی مسئله کار میگیم وظیفه خود شماست، ما اینو میدونیم، ولی متاسفانه امکانات ما در اون حد نبوده تا هنوز که بتونیم همه این مسائل رو مطرح بکنیم. ما هم سعی در جبران این مسائل از لحاظ مطرح کردن مسائلمون رو داریم، ولی امیدواریم که همه این مسائل انسانی رو به شکل برابر ببینن و در رابطه با این مسئله ربودن جوونا به اصطلاح کشتن اونا، اعدام کردن اونا، دستگیری اونها. من اینجا یک چیزی رو برای شما بگم که در جوامع قبلا دیکتاتوری چه ایران بوده یا جاهای دیگه یک سری چیزایی بوده بهش میگفتن دث اسکواد، به اصطلاح دستهای مرگ، ولی در هیچ جامعه‌ای دستهای گشت نبوده. در ایران دستهای گشت در بلوچستان هست، یک گروه است به اسم مرصاد که فعال اونجا. این یکی از اون رهبراش اینو امنیستی اینترنشنال هم نوشته ترجمه کرده و در روزنامه اطلاعات ایران اینجا به اصطلاح چیزشو هم من دارم، اون رفرنسشو یا یادداشتشو که در کدوم بخشش بوده و اینو نوشته. این میگه که به ما نگفتن کسی رو دستگیر بکنین در بلوچستان، اینا فعلا مرصاد، گروه مرصاد. به ما گفتن هر کسی رو میبینین از این اشرار و
آدم‌های نمیدونم که رژیم خودش اینا رو به اصطلاح ضد انقلاب میدانه اینا رو بکشیم. به ما نگفتن کسی رو دستگیر بدیم تحویل دادگاه ها بدیم. در بلوچستان اینا میرن جوانا رو انتخاب میکنن یا بر اساس اینکه لحاظ اجتماعی خوب هستن یا مثلا میتونن یه کسی بشن تو اون جامعه اونا رو از بین میبرن و یا چیزی شنیدن بدون اینکه بگیرن زندان میکنن، یعنی میزنن حتی. یعنی نه اینکه قبلا اینجوری بود کسایی رو با تیر میکشتن، حالا با کار میکشن. یعنی فکرشو بکن نیروی انتظامی وجود اومده زیر نظر رهبری میره مردم رو با کارد میکشه. بله. به این شکل در بلوچستان مردم زندگی میکنن امروز متاسفانه. بینندگان عزیز، این درد دلها و این اندیشه کاملا شفاف رو به لحاظ سیاسی شنید. ما همایش میخواییم، ما میخواییم که با هم زیستی یا همزیستی داشته باشیم برای فردایی و مدنیتی بهتر و بهتر. از همین الان باید آغاز کنیم. اول از همدلی هامون آغاز کنیم، به دور از هر گونه پیش تاوری. بفهمیم همدیگر رو، بشناسیم همدیگر رو. حتی با یک ترانه کوچک میتواند این آغاز بشود. یک ترانه کوچک بلوچی، یک ترانه کوچک آذری. احترام به جلوه‌هایی از فرهنگ میتونه سرآغازی برای شناخت بیشتر، درک بیشتر باشد. و به امید آن روزی که این درک در کلیت خودش در جامعه ما حادث بشه، با تلاشگرانی چون شما ناصر عزیز. تشکر. امیدوارم با هم شریک هستیم در این راه. خیلی ممنون. سپاسگزار. تشکر. به امیدی که هر چه زودتر در تلویزیون خودتان دوباره حضور پیدا کنید. حتما. آرزوی من هست. سپاسگزار. بینندگان عزیز، با تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.